اینجا آریا پارا را میگیری دیول میگاتا یک کافه هم همین که بعد تعمیره اوزی این یکی از سیمفونی‌های مکتب رقم 69 ناحیه رودکی است و طلبگانش هم در یک حالت ترس و هراس در اینجا درس میخوانند. ترس و هراسشون از اون است که این دیوال‌های کفیده روز بالایشان نگردد. یک گروه از ساکنان دهه جولیبایی جماعت چاریکاران ناحیه رودکی از آن اظهار نگرانی دارند که فرزندانشان در یک حالت ناگوار درس می‌خوانند. با گفته آنها بعضی از سیمخانه‌هایی که فرزندان آنها درس می‌خوانند در حالت صدموی قرار دارند. این سال مکتب ساختگیشون همین صنف‌های گذر ما در نزد ساختگی هستیم. اینا میتونیم گوییم که از سال‌های 60 ساخته شده‌اند. این در دوام این همان سال خاص طلبات اون وقت همه خیلی بود. لازمش اینه که تا درجه رسیده کونه شده استفاده که این دیوالا همه کفیدگی، بوم‌ها فرسوده شدگی هستند. پرتا و اینا از کار برآمدگی است. های مکتب که ببین بیتون نداره آخه. در روز نمی دیوال کاری دیوال یا چی وقت کم میشه گفتن مرگ زمین میشه میره ختم در دیوال ما. مکتب در زمین ساختگی. در زمین بیتون نداره این مکتب آخه. اینا از روز زمین خود ساختگی دیوال کاری اینا. این بیتون میده فوندام میخلی نیست این. بیتون خیلی این بهتر میشه. مثلا اشیفی که چه و دیوال نمیکشد که. در روز ثبت برنامه با ما میسر نشد که با دیرکتور این مکتب صحبت داشته باشیم. در یک صحبت کوتاهی که با معلم‌های مکتب مذکور داشتیم، آنها میگفتند سرور این مکتب حالا فرمان دیرکتوریش را نگرفته است و همگی چند هفته پیشتر به این وظیفه پیشنهاد شده است. به اندیشه آموزگاران من از نو یک مقام یا مقامش دارم. شوزی فاگر داری فرماش کس هم نگفته. کی میدوند است. ولی خوش نو نمیدونم چیکار کنست. اسم میرم داودا دارم. داودا برای مسئله این مکتب. مسئله این مکتب برای ساختمانش. برای نرسیدن سیم هم میدونم یک سیم میرسه. سیم فوق میرسه. نه آخه حجت هم آخه سال نمیخونیش. سال نمیخونیش در کس ساعت ها من این کاری مکتب خیلی بسیار. چند تا بداری؟ خیلی بسیار. 496 تا. خیلی بسیار. 496 داده باستن. داده باستن. چند سیم خونه داره؟ سیم خونمون چند تا؟ همگی 23 تا سیم خونه. سیم خونه پایین دیگه نه خونه از سال چیدن. همون چی کردن همون دیگه سوزن. ایوش از سال 60 مونده. اینش هم 60 این حالش 89. طبق اطلاع مسئولین جماعت دهات چاریکاران ناحیه رودکی در حدود این جماعت 9 مکتب فعالیت میکند که حدود 4500 نفر خواننده را به تحصیل فرا گرفتند. مسئولین میگویند به کمبودی‌های جای داشته نگاه نکرده در جماعت آنها سالهای اخیر چندین مکتب‌های زمانوی ساخته شده است. در جماعت کارها اوید همین ساختمان‌های مکتب‌ها از طرف صاحبکاران سیمخانه‌های ایلوگی ساخته ایستادند که مکتب‌های کلانه از طرف ممکن وزارت یا ساخته میشوند برای اینکه در بودجت جماعت اویدی ساختمان مکتب یا تعمیر مکتب یا خریدن محصولات کانسیلری یگان مبلغ جدا کرده نشده است. حالا هم مکتب‌ها سریکسی شدگی‌اند، هم خودشون مبلغ گذاری میکنند از طرف وزارت معارف و معرفی شده. یعنی به واسطه برای تعمیر یا ساختن مکتب خودشون از وزارت از شعبه معارف ناحیه مبلغ خودشون مبلغ جدا میکنند. نه که ساختمان مکتب وزارت معارف چی میکند عملی میکند چی میکند مبلغ گذاری میکند. در همین 4 سال اخیر در حدود جماعت ما 4 تا مکتب نوی زمانوی ساخته به استفاده دادند. من در دهه مهرآباد ساخته به استفاده مکتب دو قبته زمانوی با تمام تجهیزاتش من در دهه ظفر ساخته دادن یک مکتب 2 سال پیش. من این سال در دهه چاریکاران دارم مکتب نوی زمانوی دو قبته ساخته میتونم برای که حالت این مکتب ها نسبت اون مکتبی که شما گفته اید کم درک از این بدتر بود. مسئولین شعبه معارف ناحیه رودکی در حالت صدموی قرار داشتن یک صنفخانه مکتب را تصدیق کردند. به گفته کارمندان شعبه معارف ناحیه مشکلی نارسایی صنفخانه ها در مکتب رقم 69 بعد از چند ماه دیگر حل خود را می‌یابد. مسئله تصویب دومی رقم 69 که در حدود مثلا جماعت چاریکاران جوگی شده است. در 2-3 سال اخیر مسئله از صوب زورشوی اهالی گیر اطراف محلهای ناپدید در دوم 1-2 سال خودجگی زیاده از 300 نفر شده است
و در دوم یک 3 سال اخیر قریب یک 50 نفر خوانندگان زود شدن که این به شک شبه سببگاری رسن جای چی میشه سیمخانه. سال گذشته یک سیمخانه در مکتب در که در حالت چی بود تعمیر کردن یک سیم رو جایگی کردن و در دو بار تحصیل میکنند و این سال یک برس مقدار سیمخانه 23 تا شده است لیکن در مؤسسه مگه 11 سیمخانه است. یک سیمخانه در حالت صدمه قرار دارد. ببینیم مثلا از جانب هم مقامات محلی حتی مردم هم منطقه اگم بر صحبت ها نشد که در هم مکتب مثلا فرزندان همون مردم هم محل میخوانند. شاید هم محل هستند نفرانی که میتونن مکتب بسازند. همین سال در یک مجلس محل من اشتراک کردم، خودم تکلیف کردم که مکتب در حالت سال به سال زیاد شود، هم طلبه جای نشست نمیرسد. همین سال ما کوشش کردیم که در دو بخش تشکیل کنیم و انا سیمخانه سازیم. همین سال به نشه گرفتگیام محله ممکن در این ماهای اکتبر نوامبر یک دو سیمخانه را با قوی محل میسازیم. این در نقشه است و حالا که این کار سر کردگیام رئیس محل با اعضای مسئول همون از این کار هستند. خوشبختانه از جانب صاحبکاران نیز در چند سال اخیر در منطقه های کشور مکتب های زمانه‌ای ساخته و تامین می‌گردند که این باعث دستگیری است. ولی سوالی به میان میآید که چرا در این دهه صاحبکاران پیدا نمی‌گردند که در فکر آینده فرزندان باشند. این خلاقه اگم بر کوشش نکرده که مثلا با اگر همینجا باشه مثلا اگم اون نفرانی که مبلغ دارن جلبشون کنن اونو بسازن. اگر صاحبکارای تا با قوت در اینجا یافت نمیشه. اگر اونها بتونستن عوض یک سیمخانه یا دو سیمخانه برایند. لیکن همین با بیاورده ممکن خلق هم کسا شوند اگر. با اطلاع مسئولین جماعت چاریکاران ناحیه رودکی یکی از سبب‌های اساسی نارسایی جای نشست در مکتب‌های جماعت زیاد شدن اهالی در چند سال اخیر بوده است. افزودن شماره خوانندگان را استقامت کنندگان دهه نیز تصدیق می‌کنند. ثبت اسناد اهالی شهروندی در همین جماعت هم نظارت میکنم پیش میبرم. انا حضور همین من مثال گپ در یک سال من در یک ماه من به قید میگیرم وفات 5 نفر تولد 75 80 نفر در حدود جماعت‌های دهات در جماعت شاریکاران که 10 قشلاق دارد. اینا ببینید که خیلی سطحی همین بلندشوی همین آدم تولد بسیار است. در آینده 7 سال پس اینا باید ما با همین مکتب‌ها تامین کنیم. اینا با فکر من با یک سیمخانه دو سیمخانه ساختن این پرابلم حل نمیشه. برای اول اینا مبلغ گذاری دقیق و همین شکل در کار که در آینده انا همین مکتب‌های نوی زمینه‌ای سازیم. سال اساس شماره کودکانی که در مکتب همین تحصیل میکنن از گرد و اطراف محلهای نو شدگی بسیار میبیان. شماره که بسیار شده سیمخانه که نمیرسد اینا حالتی هست که بکن که مکتب است در حالت صدمه ایساکار ممکن. دویم که شماره طلبه به حد بسیار شدگی است که در اینجا نمیگنجند. مسئولین ناحیه رودکی که از سبب‌های زیاد شدن خوانندگان را در صنف‌های ابتدایی این ناحیه از زیاد شدن اهالی این ناحیه در چند سال اخیر می‌دانند که از دیگر منطقه‌های تاجیکستان به این ناحیه کوچ بستند. مشکل اساسی دههای اطراف شهر همین است که هر سال در ناحیه رودکی ما قریب 4-5 هزار شماره خوانندگان زیاد می‌شود. این به شک شدن این مسئله جابجا کنی آنها در مکتب‌های اطراف شهر یک پرابلم شده است که یعنی اونها که از دیگر منطقه‌های تاجیکستان میان و در ناحیه رودکی یا اجاره میشینن یا مثلا منزل میخرن یا که برای زندگی از اینها هر سال از حدود 4-5 هزار زیاد میشه خواننده در مکتب‌های تحصیلات ناحیه رودکی. خب در حدود ناحیه زیاد از 156 مکتب است که سال گذشته زیاد از 92000 خواننده داشتیم و این سال ممکن که در انستابو قریب 6000 خواننده هست و این اصلا در مکتب‌های اطراف شهر دوشنبه است که از سوی کوچه اومدن علما اهالی و زور شده ایستادند. در سالهای اخیر از جانب حکومت تاجیکستان صدها مکتب‌های زمانه‌ای و مجهز به تمام شرایط‌های معاصر ساخته شدند.
البته که جوانان و نورسان آینده این ملتند و باید در بهترین شرایط تربیت شوند. خوانندگان این مکتب همچون صدها هزار خوانندگان مکتب‌های دیگر حق خواندن را در شرایط بهتر دارند، چون مکتبی که آنها تحصیل دارند از پایتخت کشور در مسافه 3-4 کیلومتر قرار دارد. هنگام ثبت برنامه ساکنان این دهه و خوانندگان مکتب آنقدر خرسند بودند و باور داشتند که بعد پخش این برنامه حتما نفر خیرخواه پیدا می شود و برای آنها نیز چون صدها مکتب‌های دیگر تاجیکستان یک مکتب زمانوی می سازد. چون زگهوارا تاگور دانش آموختن شعار ملت ماست، پس خیرخواهان هم پیدا خواهند شد.